میلیاردرها واقعا با چه خطوط هوایی پرواز میکنن؟ رایان ایرلند، ارزونترین پروازها بدون آسایش صرفاً برای طبقه متوسط. دلتا ایرلاینز آمریکا، خدمات معمولی، پروازهای شلوغ مخصوص طبقه متوسط. امارات، محبوب میلیونرهاست، توجه حداکثری به جزئیات، واقعاً لوکس. اسپریت ایرلاین آمریکا، حتی فقرا هم سوارش نمیشن، پرواز نگو شبیه شکنجه است. سنگاپور ایرلاینز، با کلاس میلیونرهای ریشه‌دار عاشقشن. قطر ایرویز، سویت‌های خصوصی داخل هواپیما همراه با سرو خاویار و حمام خصوصی، واقعاً در سطح یه میلیاردر. امریکن ایرلاینز، صندلی‌های قدیمی و قهوه افتضاح، قطعاً مال فقراست. اتحاد ایرلاینز، سویت مخصوصش $20,000 برای هر پرواز هزینه داره، فقط برای میلیاردرها. لوفتانزا، انتخاب میلیونرها، ساکت، شیک و مینیمال و بدون زرق و برق اضافی. جت بلوی آمریکا به زور میخواد تظاهر کنه لوکسه ولی همچنان وایب اکونومی داره. آنا ژاپن، مظهر کمالگرایی ژاپنی، آرامش واقعی برای میلیونرها.